میگن زمانبندی همه چیزه نه؟ ولی واقعا چقدر توی این کار مهارت داریم؟ امروز میخوایم بریم سراغ یه حکمت فوق‌العاده از امام علی، یه عالم بزرگ قرن هفتم که بهمون یاد میده چطوری استاد تشخیص لحظه درست بشیم. خب اینم از نقشه راهمون برای این برنامه. اول میریم سراغ نشونه‌های کمخردی، بعد آفت عجله رو بررسی می‌کنیم، بعد می‌بینیم عجله با سرعت چه فرقی داره و در آخر هم میرسیم به اصل ماجرا، یعنی حکمت زمانبندی. بزن بریم. خب بخش اول، نشانه کمخردی. ببینید همه چیز با یه جمله کلیدی شروع میشه. یه جمله‌ای که هم یه جورایی هشداره، هم یه راهنما. اینم از اصل مطلب. شتاب کردن پیش از فراهم شدن امکانات و درنگ ورزیدن پس از فرارسیدن فرصت از کمخردی است. ببینید این جمله دقیقاً 2 تا اشتباه بزرگ رو توی زمانبندی مشخص میکنه. اولی، عجله کردن وقتی هنوز وقتش نرسیده. دومی، لفت دادنش وقتی فرصت در خونتو زده. اینا مثل 2 لبه یه شمشیر تیزن که باید یاد بگیریم چطور باهاشون کار کنیم. خب حالا بریم سراغ بخش دوم، آفت عجله. بیایید اول اون اشتباه شماره 1 رو باز کنیم، عجله کردن. واقعاً چرا اینقدر بده که قبل از وقتش یه کاری رو انجام بدیم؟ توی متن به این حالت میگن عجله. عجله یعنی چی؟ یعنی اون حس، میدونید اون عجله‌ای که باعث میشه قبل از اینکه شرایط جور بشه بپریم وسط کار. انگار که میخوایم با زور زمان رو هل بدیم جلو. و نتیجهش چیه؟ تقریبا همیشه یه چیزه، پشیمونی. و چیزی که واقعاً عجیبه اینه که این یه ایراد کوچیک، همین عجله، چطوری مثل سم تو کل زندگی ما پخش میشه. از فکر و قضاوت هامون گرفته تا حرفایی که میزنیم، تو دعا کردنمون، تو تصمیم گیری هامون و حتی تو روشی که پول در میاریم. همه جا اثر میذاره. خب تا اینجا تئوری گفتیم. حالا بریم ببینیم تو عمل چی میشه. یه داستان کوتاه ولی فوق‌العاده داریم که خیلی قشنگ بهمون نشون میده عجله کردن چه قیمتی داره. داستان از اینجا شروع میشه. تصور کنید امام علی وارد یه مسجدی میشن. خب نیاز دارن یکی مراقب اسبشون باشه و حاضرن برای این کار پولم بدن. خب بیایید قدم به قدم ببینیم چه اتفاقی میفته. امام علی 2 درهم آماده میکنه که بده به اون مرد. ولی اون مرد به جای اینکه صبر کنه تا پولش رو بگیره، عجله میکنه و میگه بذار افسار اسب رو بدزدم و فرار کنم. میره بازار و اون افسار دزدی رو حدس بزنید چند میفروشه؟ دقیقاً 2 درهم. آخرش هم امام علی همون 2 درهم رو میده به همراهش که بره یه افسار بخره و اونم ناخواسته همون افسار دزدی رو میخره. باور نکردنیه نه؟ و اینجاست که به اون جمله کلیدی میرسیم. ببین چگونه برخی مردم با عجله روزی خود را بر خود حرام میکنند. اگه اون مرد فقط یکم صبر کرده بود، دقیقاً همون پول رو، همون 2 درهم رو حلال به دست می آورد. ولی با عجله‌اش هیچی بیشتر گیرش نیومد. فقط روزی حلالش رو تبدیل کرد به مال دزدی. اما صبر کنید، داستان اینجا پیچیده تر میشه. این حکمت یه نکته خیلی ظریف داره. قرار نیست همیشه کند باشیم. سریع بودن همیشه هم بد نیست. متن یه تفاوت خیلی خیلی مهم رو اینجا مشخص میکنه. خب تفاوت کلیدی اینجاست بین عجله و سرعت. عجله یعنی وقتی که قبل از زمان مناسب شتاب میکنی. این یه ضعفه و تهش پشیمونیه. اما سرعت یعنی وقتی که دقیقاً در زمان مناسب قاطعانه عمل میکنی. این یه فضیلته و باعث میشه فرصت رو بقاپی. پس ببینید مسئله تند یا کند بودن نیست. مسئله اینه که با زمان هماهنگ باشی یا نه. و متن چند تا مثال میزنه که توشون سرعت نه تنها خوبه بلکه واجبه. مثلا نماز رو اول وقت خوندن، یا بعد از اشتباه سریع توبه کردن، صدقه دادن، بدهی رو پرداخت کردن. اینا کاراییه که نباید توش درنگ کرد. اینجا تأخیر کردن همون اشتباه دومه که اول گفتیم، یعنی فرصت رسیده و تو داری از دستش میدی. خیلی خوب، حالا که این 2 تا ایده رو کنار هم گذاشتیم، یعنی عجله نکردن و از اون طرف سرعت به خرج دادن، میرسیم به بخش آخر و جمع‌بندی نهایی. پس حکمت واقعی زمانبندی چیه؟ مهارت نهایی اینه: تعادل. یه چیزی شبیه به باغبونی. شما نه میوه رو وقتی کاله میچینید چون تلخه و نه میذارید اونقدر روی شاخه بمونه که بپوسه و از بین بره. هنر واقعی اینه که اون لحظه طلایی رو تشخیص بدی. بدونی کی باید صبر کنی و کی باید با تمام قدرت وارد عمل بشی.
و این حکمت 1400 ساله ما رو با یه سوال خیلی شخصی تنها میذاره که از خودمون بپرسیم توی زندگی الان من کجاها دارم زیادی عجله میکنم و کجاها دارم زیادی صبر میکنم و فرصتها رو از دست میدم. پیدا کردن این تعادل شاید واقعا یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی باشه.